مادرت در سینه خوستین با تو داد، غنچه تو از نسیم او کشاد. دولتی جاوید از او آموختی، دولت یافتی خانه و در کردی، پدر مادر خاله گپی زن بالای هست همین روز. زن زور ده خانه، برای که زن ای اسلام دوره، زن سوره الحمد نمیدونه، قل اعوذ برب الناس نمیدونه، برای او زن برای فرزند جواب میگه. الله میگه ثم لا تسالون یومئذ عن النعیم، ای محمد از کدام نعمتی که تو استفاده میکنی جواب میگی. اینا ما شرچای خوده جواب میگیم که الحمدلله که قرآن میخونیم، نماز تهجد میخونیم، نماز بامداد میخونیم، 1000 مرتبه شکری خدا لا اله الا الله محمد رسول الله میگه. الذي خلق الموت، شو الله حیات نگفت برای که حیات ما و شما موقتیه، گذراه. الله بیان میکنه بسم الله الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل، ای محمد بگو زندگانی دنیا قلیله، تیز گذراه. نگاه کن، قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. اینما تکونوا یدرککم الموت، شما در کی جایی که باشه مگه مرگ شما را جستجو میکنه، چی خانه های با حشمت، چی پولدار باشین، چی منصبدار باشین، چی ایشان ملای فرقی نداره، موت در سراغ شما میاد. وقتی که در امتحان خدا قرار کی داشته باشیم، ما باید کمبودی هامون اصلاح کنیم، پدر را حرمان نکنیم، پدر همسایه قتی خوش معامله رفتار کنیم. یک کس بدید میکنه خوبی کن، انا بعد چی میشه؟ وارد جنت میشه. جوانی اومد گفت که جنت چند قد دوره؟ گفت جنت پای چپت در بالای نفست بمون، پای راست قد جنت. کی میکنه این کارو؟ سوال پیامبر اینه که خیلی اون گفت خود در حضرت این چه نمیخواد، گفت جنت چند قد دوره؟ با پای چپت نفست بجق دمش بگیره، با پای راست جنت بده. همین کرتا تبتی عکت پوشای می نفس ایوخی پولا بته ماشین بته های کنه یک حق زمین تبتی جنگ نمیخیری میره جنت. ده حق دعای خیر بعدی مردن بگی سود بازی که پدان آلاب حق خورا نمیخیری میره دوزه. انا طوریه حضرت میگه مولای جنوبی چشم بکشا، اگر چشم تو صاحب نظر است زندگی از پی جهان دیگر است. اگر 1000 اعتکاف بشنیم 100,000 بار حج بریم همسایه ایمو راضی نباشه فایده نداره. اکد زن و فرزند رو دیگر راضی نباشه فایده نداره. میگه دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. رسول خدا خانه خدا را طواف میکرد، میگفت وی خانه حضرت ابراهیم به فرمان الله تیره بنا کرده. کسی بیای طواف کنه مثل نوع مادر طواف نه که دلی بنده مومن است بزرگ. تموم شد دعا میکنیم میخوایم بخیریم بود چی لگه اللهم لك صمت و بك آمنت و علی عهدك ولصوم غریم من شهر رمضان الذي فريضة. خداوند تنصیحتی و خوشی روز قیامت از لوای پیغمبر خدا شفاعت ممکنه موی شریف رمضان شد. به عقلیه که به ادبی کریم بخشش آن ما گفت